با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم بر کل برادران و خواهران اهل اسلام. با شما هستم ابو مدثر. از همه شما خواهش کرده می شود که نوار را تا آخر تماشا کنید. نواری که شما دیده استادید یک مرد روز با همراهی همان سگ خوردش سیر دارد. ساعت الکی به 6 کار کرده استاده است با وقت رسیه. بعدا نزد این شخصیت رفتیم. پس از نوار گفتیم چرا در این صبح بر وقت شما سیر گشت؟ میگویند برای سلامتی فایده خیلی کلان دارد. اما ما مسلمان ها چی؟ در این صبح ما بسیاری از ما خواب هستیم. حتی نمازی بامداد هم قضا می شود. میگویند منافق شدن یکی از شخصیت های مسلمان نخواندن نمازی خفتن و نخواندن نمازی بامداد است. همین دو شخصیت با منافق گرفتار می شود، یعنی که منافق می شود. بعدا میگویند برکت الله تعالی از آسمان وقتی به زمین فرود می آید، هر شخصیتی که در این صبح بیدار باشد به همان شخصیت نصیب می گردد. بسیاری از ما مسلمان ها یک عادت خیلی زشت داریم که بله میخیزیم تا ساعت 7-8 نشود، همون هم دیدیم که آفتاب نیست یا اینکه آسمان ابر تاریک، سرزه میگیریم، طهارت میکنیم و نماز میخونیم. الکی وقتی نمازی بامداد هم گذشته است. کمی هم باشد با نماز احتیاط باشیم، زیرا میگن روزی که جانگداز بود، روزی محشر که جانگداز بود، اولین پرسش از نماز بود. وقتی که هر روز اول از ما پرسش میکنند که آیا جوانیت را به کجا صرف کردی؟ نمازت را خواندی؟ چی جواب بدهیم؟ برای همه برادرای عزیز یکی از نشانه های مسلم و مسلمه اسلام انا همین است که باید صبح بر وقت مناجات با الله تعالی داشته باشیم. انشاءالله برکت از خودش شاید. الله همه ما را در پناه خودش حفظ کنه. تاجیکستان عزیزمان را و مردم تاجیکستان عزیز را از هر درد و هر بلا و هر آفت ها نگهبان باشه و جناب عالی که برای سیر و کوشش ها کرده استند به خاطر وطنمون دائما تیمی باشند، عمر دراز بینند، همیشه سربلند و سعادتمند باشند. الله نگهبان همه مردم مسلمان و مردم تاجیکستان عزیز.